قرار حکومت درباره بالا بردن نرخ استفاده برق 31 آگوست امسال تصویب شده 13 سپتامبر رسما نشر شد. بر اساس این قرار از روز 1 اکتبر اهالی برای هر کیلووات ساعت برق 26 درم پرداخت خواهند کرد. تا این دم اهالی برای هر کیلووات برق 22 درم میدادند، یعنی هر کیلووات ساعت برق 4 درم قیمت تر شده است. در قرار حکومت آمده است بجز از کارخانه آلومینی تالکو برای دیگر گروه استفاده برندگان برق قیمت می شود. از جمله برای کارخانه های صنعتی 60 درم، برای کارخانه های بودجوی 26 درم، برای نساز های آبکشی در بهار و تابستان 9 درم و در تیر ماه و زمستان 26 درم. در برابر تالکو اینچنین کمبینت متالورژی تاجیکستان نیز برق را در فصل تابستان با نرخ امتیازناک دریافت می کند، در حالی که دیگر کارخانه های صنعتی موظفند برای هر کیلووات برق از 1 اکتبر 60 درم پرداخت کنند. کمبینت متالورژی تاجیکستان در فصل تابستان برای هر کیلووات برق 10 درم می پردازد. طبق خبرهای رسمی فرمایشگر کمبینت متالورژی تاجیکستان شرکت فراز می باشد. محققان آسیسی ارپی سال 2018 گفتند شرکت فراز متعلق به شمس الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است. قیمت شدن برق در تاجیکستان مسئله حساس است. بسیاری از خانواده ها نرخ فعلی برق را هم برای خود گران می دانند. خودی کمبغل تا وزبینه دمی بود و شتاشت بود نیست هیچ که کار نمیکنه، اولی کمه، پنسه ها کمه. نادرست. برای چی؟ برای چی؟ مونه سویتمو شتای به پولای. یک اگریگاتور میمونن نه مازوت در کاره نه گاز در کاره هیچ در کار نمو بکو. بار اخیر استفاده برق در تاجیکستان ماه ایول سال 2019 قیمت شده بود. مقامات همواره میگویند که نرخ استفاده از برق در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر پساشوروی خیلی پایین است، اما منتقدان میگویند معاش آن کشورها نظر به تاجیکستان هم چند مراتب زیادتر است. چند سازمان مالی بین المللی از جمله بانک جهانی بارها به تاجیکستان گفتند که نرخ برق را بالا برد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.